بابا من حرفم این آقا حسینی توی این 6 سال شده مگه یک بار چک من برگشت بخوری که اینجوری میگه؟ من شما اندازه 300 تومان یعنی پیش شما اعتبار نداریم که بخوای یه هفته در روز به ما وقت بدی؟ اصلا شما اون چکو برگشت بزنی واسه تو پول میشه؟ آقا حسینی تو رو قرآن چک منو برگشت بزنی من بدبخت میشم، همه حسابام بسته میشه. تو رو خدا یکم وقت بده به من پرش میکنم. الو آقا حسینی، الو. آخه لامصب 300 تومن واسه تو پوله که یه هفته صبر نمی‌کنی؟ اشکال نداره فدات شم، نگران نباش، جور میشه. چجوری جور میشه؟ تا پس فردا باید 300 تومن تو حسابم باشه، کلا 8 تومن تو کارتمه. به هر کی هم گفتم گفت ندارم. من میرم دوش بگیرم. چجوری پاس شد؟ من که پول نداشتم تو حسابم. خداحافظ. یکی 300 میلیون زده به حسابم فاطمه. چکم پاس شد. میدونم، خدا رو شکر. تو زدی؟ کجا پول آوردی؟ اصلا نپرس چون نمیگم ها، مهم اینه که پاس شد. یعنی چی نمیگم؟ خب باید بگی که من چی کار داری دورت بگردم؟ مهم اینه که مشکل حل شده، الان دغدغه‌ای نداری و خوشحالی. نوکرتم به مولا. لباس تو بپوش بریم بیرون شام بخوریم. نه شام درست کردم، اونم قرمه سبزی. تا لباساتو عوض کنی سفره رو چیدم. چشم. خدایا نمیدونم چیکار کردم که این زن آوردی تو زندگیم، ولی دمت گرم خدا. نوکرتم. دیوونه. آره مامان خدا رو شکر فاطمه پول زد حسابم، چکم پاس شد. فاطمه از کجا پول آورده؟ نمیدونم والا، گفت حالا بعداً بهت میگم. یعنی چی؟ یه زن که کار نمیکنه صبح تا شب خونه است، از کجا پول میاره؟ اونم این همه. حالا بعداً ازش میپرسم، نمیدونم. بعدن چیه پسر؟ اصلا الان کجا رفته میگی خونه نیست؟ زبونم لال اگه برین ور اون ور با کثافت کاری پول در بیاره چی؟ مگه میشه الکی اون همه پول داشته باشه؟ چی میگی مامان؟ خوب میدونی چی میگم. تا آبرومون نرفته ببین زن چه غلطی داره میکنه. فردا پس فردا که صداش در بیاد داره چی گوهی میخوره، میفهمی که باید. سلام قربونت برم، چطوری؟